ساعت 5 صبح روز 6 ایون هزاران ساکن تاجیکستان سوی مسجدها شتافتند تا نماز عید قربان را بگزارند. عید امسال در گرمای تا 36 درجه تابستان راست آمد. محصولات هم فراوان ولی با نرخ‌های گران. مقامات تاجیکستان مثل سالهای پیش ساکنان را به صرفه‌جویی دعوت کردند. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اینجا خانه کعبه در عربستان سعودی است که 7000 تاجیکستانی در برابر بیش از 1 میلیون مسلمان جهان برای ادای حج فرضی رفتند. زیارت کعبه در روز عید قربان یکی از فرایض دین اسلام است که مسلمانان اگر توان داشتند انجام می‌دهند. نرخ سفر و زیارت از تاجیکستان امسال $6000 بود. در این گوشه دنیا در غزه ساکنان نیم گرسنه و زیر حمله های اسرائیل نیز عید کردند. سازمان های بین المللی غزه را حالا به دوزخ روی زمین تشبیه می کنند که از آسمان به سر ساکنانش تیر و موشک می بارد و مردمش به غذا و آبی آشامیدنی دسترسی ندارند. عید قربان یکی از دو عید اصلی مسلمانان است که ناوابسته به رویه‌های گوناگون مذهبی آن را در همه کشورهای مسلمان نشین تجلیل می کنند.